بچه 300 هستم. خوش اومدین این ویدیو اومدیم بریم پیس کنترل. اگر این ویدیو پیش دور اومد لایک کنید، چنل ما ساب کنید و برو. بچه اگر توی فورد دنبال مپی میگردید یا مثلا مپی مورد نظر دارید سراغتون مثلا میگردید مثلا پیس کنترل مثلا مثل PHXP یا مثلا مپی که میخواید و این حرفا، یا مثلا چیزی میخواید به من بگید یا خودتون پیشنهاد بدید یا بگید به من براتون پیدا میکنم. و اگر مثلا فری فایر هم گانی مد نظرتون میتونم پلی بدم به من بگید و برو برید. مثلا گفت فول پیس اوکی واقعا حاجی گرفت حاجی چی یه پیککسمون نشه دقیقا چرا بشه چرا نشه داداشم داداشم ای داداش ببین خورش کن بچه هیچ وقت ادعا نکنه کسی اینجوری مثل این یارو بوز میشه. اوکی حالا فکر کنیم چی بگیم باید نشد اوکی داشت خوب خود ترس کنیم یه دقیقه رد نشد بچه اوکی داشت هم حاجی بکبال خوردم بکبال پشته با تو داشت تو مثلا چی خوردم چی کوبون یعنی داشت اون یکم سکور زیادی با هم اوزه معلوله یه سر از این معلوله حاجی این شاتی که این به من زد نولشو با عظمتش نداره حاجی شما نزد داداش ریدی که خب الان نگم ریدی حاجی نه یارو بچه سال برای من داره پیسکونت حاجی من لگم ای خدا حاجی فشار نخور برن سرویسری رو ده در بهترین حالا واقعا میتونم این کارو کنم چجوری زدمش یارو دیگه واقعا بسید چی شده حاجی من دارم با پینگ 900 یارو رو میذارم چه حاجی چه سمی و من با پینگ 900 داشتم یارو میذارم یعنی با پینگ بالا هم بودم ریدم حاجی بابا نره این طور و قرآن برای من پیری فایر بازی میکنی بچه سال ببین من به بچه ها دارم خوابشون احترام دارم به خدا اینقدر بچه ها دوست دارم ببین بچه سال اصلا داداش یعنی من کور باید باشم که تو رو ندیده باشم رد شدی نمیگم واقعا رد بشه
حاجی من چرا پرت شدم؟ بنده خدا سردرگم شد. من چه میسته بسن؟ اوکی داشتیم میگفتم بچه کجا بودیم؟ اوکی هوا چطور؟ داداش شما یکم اسکوری When I'm flown, I stay OP. من کم فارسی بلد برای همون حاجی هیدش نرفت. قشنگ بود شد هم تو بگید داداش تو یکم زیادی روانی. اوکی این چقدر روانی بود بایی در خود. اوکی بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه و بازم میگم اگر دوباره گلیچ زیاد چیزی مد نظرتون رو به من بگید. اگر بتونم براتون ویدیوش میکنم و تا ویدیو بعدی بدید.